بیننده های گرامی، سلام بر شما و برنامه آیدن میدیا خوش آمدین. در این برنامه میزبان آقای سمیع عدیل هستیم از چهره های سیاسی افغانستان که در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق من حیث سرپرست نمایندگی شورای وزیران در امور شمال، والی ولایت بلخ، شاروال و منشی کمیته حزبی شهر ایفای وظیفه کردند. در این گفتگو تلاش خواهیم کرد راجع به تحولات سیاسی، شیوه حکومتداری، عوامل جنگ، جایگاه اقوام در قدرت سیاسی و وضعیت فرهنگ و هنر آن دوره گفتگوی همه جانبه داشته باشیم. جناب عدیل صاحب، از شما صمیمانه سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه آیدن میدیا خوش آمدین. سلام، تشکر از شما، محبت کردید. مهربان هستید. در خدمت هستم، خدمت شما و مخاطبین. خیلی تشکر جناب عدیل صاحب. اجازه بدین گفتگو را از آوان جوانی شما شروع بکنیم، از دوران مبارزات عدالت خواهی، از گرایشتان و ایدئولوژی چپ و عوامل و انگیزه تان و پیوستن به حزب دموکراتیک خلق به ما بگویید. تشکر. بر شما بهتر معلوم است وطندارای من حتما کسایی که به سنین ما قرار دارن اونا شاهد بودن، جوانا شنیدن که دهه چلام، دهه 10 سال اخیر حکومت زرشاه به نام حکومت شاهی مشروطه که اعلام شد، بعضی از آزادی‌های نسبی در کشور ما وجود داشت. من تازه سنف هفته مکتب شده بودم در لیستی باختر مزار شریف سال 47 و 48. اونجا تحرکات روشنفکری قویا دیده میشد. تیمای مختلف اینا مبارزه میکردن، شعار میدادن، تظاهرات سازمان میدادن، بخصوص جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سازمان شورای جاوید. اینا هر روز تحرکات داشتن و مظاهرات و دفاع که در نقاط مختلف شهر سازمان پیدا میکرد. یک انگیزه و یک احساس در وجود جوانان به تدریج خلق کرده بود و خلق میکرد. ما هم گرچه قدر در مسائل ورود نداشتم، اصلا ورود نداشتم، ولی چون در محوطه لیستی باختر بودیم، در مراسم و در برنامه های مختلف شرکت میکردیم، اونجا میشنیدیم، شنونده بودم. و بعد از او به تدریج در سالهای 49 52 سالها یک مقدار ورود هم پیدا شد برای من که در ارتباط قضایای مختلف و دیده میشد که در افغانستان مشکلات فراوان وجود داره. بی‌عدالتی هست، گشنگی هست، بیکاری هست، فقر هست، بیسوادی هست، مرض موجود هست. خب ده ها مشکل دیگه که در اونجا وجود داشت. ما یک واقعیت عرض بکنم که در سالهای اخیری که ما در لیستی باختر بودیم، این سالهای 53 و 54، در این سالها دیده می شد که کتله‌های عظیم از جوانان از کشور مبرامدن، می رفتن در کشور ایران، سفر می کردن به خاطر پیدا کردن کار و پیدا کردن 4 روپیه به خاطر تامین معیشت خود، اعضای فامیل خود. اینا در بازگشت روایتگر قصه‌های بسیار زیاد و رویدادهای بسیار زیاد در مقیاس مختلف بودن. انکشافات کشورها را بر ما توضیح میدادن، چیزایی که در تلویزیون دیده بودن و در مجامع مختلف شنیده بودن. یکی در مردم بالاتر از هم سفر میکردن تا به عراق و کشورهای دیگه. اون طرف هم خب اونا عراق هم در اون زمان انکشافات معین اقتصادی خود داشت از برکت محصولات نفتی و تولیدات نفتی و
اینا همه جوانایی که پس میگشتن حامل پیام‌های مشخص و برای مردم وطن ما، بر جوانای وطن ما چی بود که تحرک، یعنی تحرک برانگیز بود. و یک دم میرفتن به کشور پاکستان، باعث شدی که پاکستان یک کشور از لحاظ اقتصادی انکشاف نیافته بود، مشکلات خواهد داشت، ولی در هر صورت به تناسب اما ولایات سمت جنوبی افغانستان، اونا مردم پاکستان یک مقدار تامینات خود داشتن که برای مردم ما در جنوب افغانستان خودش سوالای زیاد را خلق میکرد که چرا در پاکستان قسم انکشاف است، در ایران است، در کشورهای همسایه افغانستان. ما در شمال تلویزیون ازبکستان داشتیم، تلویزیون مسکو داشتیم، البته نه در همه خانه ها، بلکه در خانه ها مگر بود، محدود مگر بود، وجود داشت که برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، برنامه های تلویزیونی ازبکستان، تاشکند و مسکو، برای 1 ساعت 2 ساعت از مسکو اینا ریله میکردن و ما میدیدیم در اون زمان که دیگه کشورها چی گونه تامینات وجود داره، چی گونه امکانات وجود داره، چی گونه رفاه موجود است، جوانان چه رقم تحصیل میکنن، وضع مکاتب چی گونه است، وضع سطح خب امور صحی چی گونه است، خب تامین معیشت مردم چی گونه است، ولی ما در کدام سطح قرار داریم. اینمی هم از دفعه برای ما و برخی جوانای دیگه ذهنیت‌های تازه خلق میکرد. ما فرزند مربوطات ولسوالی شورتیپی ولایت بلخ در اوجه میدیدیم، از طرف شب بخصوص معلوم میشد که او سمت این طرف دریا ولسوالی شورتیپه، او طرف دریا سرخاندریای ازبکستان شوروی یا شهر ترمز، که اوجه دیده میشد که شهر مکمل چراغان است، برق است، خب تردد وسایط و گپا را احساس میشد که وجود داره. آران که در اون زمان ما در ولسوالی شرطه په هفته 2 بار موتر میتونست بره، هفته 2 بار، و از برق و گپا خبری نبود. برق تنها در شهر مزار در چند کوچه وجود داشت، نه در همه کوچه های شهر مزار، در پس کوچه های شهر مزار، یه دلقی 2 و 3 شهر مزار هم برق وجود نداشت. خب مشکلات فراوان دیگه همین قسم میدیدیم که مکاتب ما در سطح ولایت بلخ، در سطح ولایت بلخ تا با دوران حکومت داود خان هم در حدود 11 باب لیسه وجود داشت. 11 باب لیسه که 2 باب لیسه مطرح بود، لیسه باختر مزار شریف و لیسه سلطان رضیه برای بخش نسوان یا قشر نسوان. دیگه لیسه ها بنام بود، یعنی به این معنی که لیسه ها بعضا یک صنف 12 داشتن و دو صنف هم 8 نفر یا 10 نفر متعلم موجود. ما میدیدیم که همه ساله بخصوص بعد از صنف دوم مکتب شخصا خود من این گپا رو تعقیب میکردم که همه ساله از ولایت بلخ نفوسش بالاتر از 1 میلیون نفر بود، ما از 16 الا 17 نفر 13 الا 17 نفر سالانه حق شمولیت پانتون یا دانشگاه کابل داشتن. خب از نعمت تحصیل و گپا باعث که جوان علاقه داشتن تحصیل بکنن، تحصیل کردن نمیتونستن. اینمی خب یا بعضی که من شخصا صنف 12 فارغ شدم، اوج دیده میشد، احساس میشد تفاوت‌ها و امتیازات را که برخی از اشخاص افراد داشتن، این تعصب و تبعیض و ترگپا موجود بود. به این معنی بچه‌هایی که صنف 12 یک دوره پیش فارغ شده بودن بیکار بودن، اما سالی که ما فارغ شدیم کسی را ما دیدیم که او هنوز سند فراغت نگرفته بود، ولی وقت در جای مقرر شده بود که او در زمان ماهانه 5000 5500 افغانی معاش داشت، حالا که معاش یک مامور 1600 افغانی یا 1500 افغانی بود. ولی ما رقم بانک انکشاف زراعتی میگیم بعضی مؤسسات دیگه که با کمک جامعه جهانی ایجاد شده بود، اونا معاشات بلند داشتن. در اوج این جوانایی که مناسبات داشتن و امکانات داشتن و روابط داشتن، اینا طور فوق‌العاده گماشته می‌شدن. این همه عوامل جمع شده بود و ذهنیت برای جوانا بده و ما هم یکی از کسا بودیم که متاثر نظمی حوادث و بی‌مبالاتی ها و گشنگی ها و خب فقر و مسکنت و بی‌عدالتی ها و تظلمی که در اونجا یا انواع مظالمی که در اونجا موجود بود، این گپا وسیله شد و در پالی از اون فعالیت‌های روشنگری برخی از شخصیت‌ها
و روابط شخصی ما با برخی دوستا که اینا به سازمان سیاسی معینی که بعدا من در اوج ارتباط گرفتم، اینا روابط داشتن، فعال بودن و تاثیرات از اینا و گشت و گذار با اونا هم تاثیر خود گذاشت و این طرف در بیرون هم اون وضع مملکت اون تو شرایط داشت که خود انگیزه میداد. همین گپ هم وسیله شد که ما شامل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، البته از سال 1354 در ماه اسد سال 1354 در جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان عضویت پیدا کردیم. اینی عوامل و دلایل به وسیله شد که ما عضو شدیم. تشکر جناب عادل صاحب. اگر سوال دوم را با یک موضوع کلیتر شروع بکنیم، چه عواملی باعث به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق شد و چرا یک تعداد از روشنفکرها و نخبه های افغانستان به ایدئولوژی چپ و سوسیالیستی گرایش پیدا کردند؟ ما در مجموع مملکت خو دوستا طرق مختلف قبلا این قضایا را انعکاس دادن و انعکاسات موجود است که من از قرار دیگران چیزی نمیگم. من چیزی را که برداشته که شخصا خود من از ولایت بلخ و ولایت شمال افغانستان داشتیم در سنین جوانی و برداشتهای خودم که چرا همینطور یک حالت آمد و چرا خب تغییرات آمد و حکومت ها تغییر کرد، چیزی که من برداشت دارم از واقعیت های عینی همون زمان امیر مختصر عرض میکنم. وی که ما پیشتر هم عرض کردم که در دهه 40 تحرکات بود، جراید و روزنامه ها و مظاهرات و یه تو گپا و این برای روشنگری مردم خیلی تاثیر خواهد داشت و مردم هم حتی آدمایی که سواد کافی هم نداشتن یا حتی سواد نداشتن، سواد نوشتن و خواندن نداشتن، اونا هم با کلمات دموکراسی و حق و مسئولیت دولت و اینطور گپا تا اندازه آشنا شده بودن. در این موارد بعضا مکس و تاکید میکردن. باز دمی جریان جمهوریت داوود به وجود آمد یا کودتای 26 سرطان سال 52 1352 که داوود خان صورت گرفت. در اینجا مردم اگر زیاد از محتوای برنامه داوود خان خبرم نداشتن ولی با علاقمندی این استقبال کردن، برای از که خب فکر میکردن که با آمدن جمهوریت حکومت از یک خاندان مبره، دست یک خاندان مبره میاد اختیار مردم قرار میگیره. اینجا خب موضوع جمهوریت هم بعضا تبلیغات خود داشت، یک مقدار جوان و یک تعداد آشنا بودن با یک محتوای جمهوری و جمهوریت و گپا که یعنی یک حکومت انتخابی باید باشه و رئیس جمهور باید بالاخره مردم انتخاب بکنه یا پارلمان انتخاب بکنه، قدرت از یک خاندان باید برای قانون در امسان باید تطبیق شود این گپا. ولی وقتی که داوود خان قدرت تصاحب کرد او در ابتدا یک بیانی یک نشریه به نام خطاب به مردم ارائه کرد که او ملهم از اندیشه‌های یک مقدار ملهم از اندیشه‌های چپ و واقعیت‌های ضروری جامعه افغانستان بود که مورد علاقمندی مردم هم قرار گرفت. ولی زیاد وقت نگذشت که فضا تغییر کرد در داخل افغانستان. اینمی پارلمان اینه که اگر نیمبند بود و مشکل داشت در زمان حکومت شاهی، پارلمان منحل شد، جراید خب محدود یا توقیف شد، خب نشرات زیر کنترل در آمد یا کاملا محدود شد، حتی منع شد. سیستم طرح شد که تک ایشبی باشه و بالاخره سیستم حزب غورزنگ ملی و گپا و محدودیت های دیگه و چهرهای ای البته گپای یک مقدار گپای سیاسی که در روشنفکرها باش آشنا بودن و آمدن این طور حالت برای از روشنفکرها و برای کسایی که وسیع‌تر گپا را می‌دیدن اونقدر قابل تحمل نبود. اینجا در بود کارهای داخلی دوران داوود خان بعضی از چهرهایی را که در داخل سیاست و حاکمیت بودن که نمایندگی میکردن از اندیشه‌های مختلف، از خب افکار مختلف، و تدریج اینا را هم داوود خان از سر راه دور کرد. متمرکز شد قدرت به دست داوود خان و یک تیم معین
و تاکیدم سرامی بود که حزب غورزنگ ملی و دیگه محدودیت بسیار زیاد شد و شرایط اقتصادی هم متاسفانه طور دستاورد دیده وجود نداشت که مردم جلب بکنه و مردم قناعت بده. برعکس امیدها و آرزوهای مردم به تدریج داشت به یأس و ناامیدی و مبدل میشه. و در بود دیگه هم داود خان متاسفانه که در ارتباط سیاست خارجی خود این رقم تغییر کرد که بیلانس ها و معیارهای دیروز یا بیلانس ها و معیارهای تاریخی واقعیت افغانستان چه نکرد، راحت نکرد، به این معنی که یک بارگی سر زد به طرف کشورهای دیگه و اندیشه های دیگه رو بعد شعارهای مشخص علیه خب نیروهای ملی و دموکراتیک در داخل افغانستان اعلان کرد. و این طرف هم ما میدونیم که راست افراطی آن بعض تحرکات سازمان داده بودن و در در ننگرهار و در پنشیر و ایجا در بدخشان هم سازمان سازا و ببخشین سازا بله اینا گویا تحرکات را سازمان دادن که همیش بر مردم ذهنیت های جدید ایجاد میکرد و در این زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم خود یک مقدار جمع جور کرد و در سال 56 اون وحدت دو جناح خلق و پرچم صورت گرفت. دمی گیرودار حوادث در تاریخ 28 حمل 56 یعنی یکی از شخصیت های البته در سال 56 ترورهای مختلف صورت گرفت، من جمله خرم وزیر پلان بود فکر میکنم، ولی خرم وزیر پلان داود خان در نزدیک ریاست جمهوری ترور شده و ترورهای سیاسی. و در تاریخ 28 حمل سال 56 میر اکبر خیبر یک از اعضای رهبری دموکراتیک خلق افغانستان به طور مرموز در مکران دوم کشته شد و کشته شدن این وسیله شد که این دوستا و پارتیزان های از هم ایشبیا و رفقاشان ایشبیا در مجموع ایره به شان و شوکت فوق‌العاده مراسم تشییع جنازه سازمان بدن که ایره سازمان دادن. اینال حکومت داود خان ایجاب میکرد که در اون زمان یک تیم فوق‌العاده، یک هیئت فوق‌العاده را تعیین میکرد، رقمی که در گذشته در مسائل مختلف هیئت‌های فوق‌العاده را داود خان ایجاد کرده بود. دیش هم این باید ابلاغ میشد که هیئت‌های با صلاحیت مؤسس شده، قتل ریشه‌یابی میشه، بالاخره قتل تثبیت میشه، مسئولش مجازات میشه. سر از گپا هیچ حرف وجود نداشت که یک بارگی موضوع دستگیری هیئت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعلان شد و هم به لحن بسیار غیر قابل قبول برای آدمای یعنی اونقدر چی نبود، به شیوه نامناسب ارائه شد و فرداش یا شب دستگیر شدن اگه به شمول نورما ترکی و ببرک کارمل خب سلیمان لایق و برخی دیگر از هیئت رهبری هست. و باز اون گپا از طرق مختلف انعکاس هم داره که حفیظ الامین به ابتکار خود یک حرکت نظامی را سازمان داد. البته ای که چه مقدار این امکانات داشت، چطوری را سازمان داد، چرا سازمان داد، این من شخصا خودم به این عقیده هستم که هنوز باید سرش بسیار تحقیق صورت بگیره و این مشخص باید ساخته شود. خود ظاهر قضیه همی است که امین آمادگی خود داشت و برنامه حرکت نظامی را هدایت داد و کسایی که در تفاهم با او بودن حرکت کردن و بالاخره در روز 7 سال حکومت داود خان ساقط کردن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان در قدرت آمد. جیرانش مختصر اینمی است که من چیزی که من دیده بودم و گرچند در مراسم تشییع جنازه میر اکبر خیبر معروف شخصا خودم شرکت کردن نتونستم، برای که من در یک از ولسوالی‌های دوردست ولسوالی شورتیپه قسمی پیشتر رفت کردم، در اونجا وظیفه داشتم، اونجا هفته 2 بار موتر میرفت میامد، دیگه امکانات نبود. در روز 130 کیلومتر از شهر مزار فاصله داره که او هم
در اون وقت سرک بسیار وضعش خراب بود، غیر از 20 کیلومتر سرک مزار بلخ دیگه، و تقریبا 70 کیلومتر سرک یعنی کاملا خامه و شوره‌زار و گپا بود که رفت آمد موتر بعضا 12 ساعت 13 ساعت در بنن امکانات آمدن ما در شهر مزار رفتن در کابل وجود نداشت. باز دوستان شرکت کرده بودن، جزئیات ما بعدم تعقیب کرده بودن با خود داشتیم. معذرت. تشکر عدیل صاحب. آقای میر اکبر خیبر تا جایی که من مطالعه کردم یکی از شخصیت های اکادمیسیان و یکی از تیوریسین های حزب دموکراتیک خلق بود و یکی از بنیانگذارای حزب دموکراتیک خلق هم بود. راجی به حفیظ الله امین اینجا شما گفتین، از حرفای شما من طوری استنباط کردم که ابتکار کودتای 8 ثور کار حفیظ الله امین بود، درست است؟ 8 ثور نه 7 ثور 8 7 ثور ثور بعدم ببخشید، بله 7 ثور. 7 ثور بله بله همین ادعا وجود داره و همین تاکیدات هم وجود داره. حقیقت هم همین است. ما تا جایی که اموجه دمو روزام تعقیب میکردم، امو لحظه که هیئت رهبری را که از زندان میکشن، نور محمد ترکی به صفت رهبر حزب و ببرک کارمل به صفت معاون حزب، امی دو شخصیتی که متاسفانه فعلا فوت کردن و فقید هستن، اینا اظهار بیخبری کرده بودن از این جریان سازماندهی حرکت نظامی. خب البته در اون زمان انقلاب معرفی شد، بعضا اون کودتا میگفتن و بعضا اون رویداد ما دیدیم. بالاخره رویداد به ابتکار حفیظ الله امین بود و به اراده حفیظ الله امین بود، کسی که انعکاس داشت و بر مبنای همین اندیشم حفیظ الله امین خود صاحب صلاحیت ترین شخص در داخل حزب و حاکمیت و قدرت به نام دوره سرخ انقلاب معرفی میکرد، برای اینکه او سازمان داده بود. بله، یکی از ویژگی‌های خاص حفیظ الله امین هم میگن که یک سازمانده قوی و یک مدیر توانا بود، میگن گذشته از بودهای منفیش. عدیل صاحب، یک سوال دیگه که من میخوایم از شما بپرسم، شما وقتی که والی ولایت بلخ مقرر شدین در حدود 30 ساله بودین. یک جوان 30 ساله ازبک بعد از زمانهای زیادی من حیث والی استراتژیک ولایت بلخ مقرر شد. اگر راجع به این به ما معلومات بدین. معذرت میخوایم، من خو عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم و پیش از هم پیش از دوران ولایت من تقریبا 2 سال مسئول تبلیغ و ترویج ولایت بلخ بودم، یعنی امور فرهنگی ولایت بلخ هماهنگا یک سریعتر بگیم رهبری میکردیم به شمول تمام ادارات فرهنگی ولایت بلخ و بیشتر از 2 سال هم منشی کمیته حزبی شهر مزار بودم که تمام ادارات و مؤسسات ولایت بلخ شهر مزار به حساب سیاست همون وقت مسئولیت داشت کمیته حزبی شهر که امور شهر در مجموع هماهنگ و رهبری بکنه. خب البته هم در بود سیاسی هم در بود اقتصادی و اجتماعی در تمام موارد بود. ما در شهر مزار وقتی که به صفت منشی آمدم، معذرت میخوایم در اون زمان برای شما قبلا هم عرض کردم که در ولایت بلخ ما مجموعاً 13 باب مکتب لیسه داشتیم که 2 باب 13 باب در سطح لیسه و یا مکاتب چیز داشتیم بالاتر از ابتدایی و متوسطه که 2 باب ازی تکنیکوم مزار و لیسه زراعت بود که با همکاری اتحاد شوروی ایجاد شده بود و با کمک از اونا دوام داشت. دیگر 11 باب لیسه در تمام ولایت بلخ که در شهر مزار در حدود 4 یا 5 باب لیسه موجود بود. در اون زمان ما چون پیشتر مسئول تبلیغ و ترویج بودم و شخصا خودم علاقه داشتم به این استقامت باید کار صورت بگیره. طی همون 1-2 سال که من به صفت منشی بودم، وضع شهر مزار تغییرات آمد. البته دلیل هم وجود داشت. وقتی که من منشی شهر مزار شدم، یک هفته در روز بعدش یک حادثه صورت گرفت
حادثه صورت گرفت. یک گروه های مخالفین مسلح دولت تعرض کردن سر شهرداری مزار شریف، کتابخانه را حریق کردن و کتابخانه مولانا خستن، موزیم تهدید کردن، شاروالی را یک مقدار تخریب کردن، مرکز شهر این دفعه 200 متری روضی شریف. فرداش در جلسه زون که امارت زون بود وقت رهبری میکرد امور کلش، اونا طور فوق العاده جلسه گرفتن. خب مسئولیت متوجه منشی کمیته زیبی شهر ساخت که کمیته زیبی شهر مسئولیت عموم داره. اینا چرا جلا گرفتن نتونستن، چرا اطلاع پیدا کردن نتونستن، چرا جلوه از واقع را نگرفتن؟ باز ما از خود البته دفاع کردم، برای فرداش ناگزیر شدم، مراجعه کردم به سابق شارولی و گپا. یک نقشه از زمان داوود خان، از زمان صدارت داوود خان یک نقشه وجود داشت در حساب شهر مزار که این شهر کنی مزار باید سرکشی ها میشد و جادا کشیده میشد و پارک ها ساخته میشد و تو ما پیشنهاد دادم که چی از این سرکا باید کشیده شده و در غیر از گروپ های مخالف مسئله دولت با استفاده از این باغ ها و کوچه ها و پس کوچه ها هر شب میان داخل شهر مزار حادثه انجام میدن. خب اول این پیشنهاد من چندان قبول نشد. در جلسه روزی بعدش من قبول قناعت دادم، اعضای زون بالاخره فیصله صورت گرفت. باز ما سرکشی ها را شروع کردیم در شهر مزار، سمت جنوب شهر مزار، یعنی سایه یولمرب، سایه آقای خرمایی. یک محل بگویم که دوستان کسایی که با شهر مزار بلد هستن، کوچه مرمول، پنشیر، کوچه گذر حیات، دمی سمتا سرکای فراوان مطابق نقشه‌ای که از گذشته وجود داشت سرکا کشیده شد و یک مقدار سرکا جغل اندازی شدن و در موازات ایجاد کشیدن سرک و گپان نوایی حزبی شهر مزار که اینا عمدتا داخل قبلا داخل محصات بودن، من این از محصات کشیدم، ما بردم در کوچه و در مناطق مختلف شهر جابجا. فرضاً ناحیه اول مزار داخل تفاوضات بود، ناحیه اول مزار ما این را بردیم در گذر کلتین شهر مزار جابجا کردیم. ناحیه دوم مزار داخل سینما بود، ما این را بردیم در گذر ترکمن‌آباد شهر مزار جابجا کردیم. ناحیه سوم شهر مزار داخل مسجد تربیه معلم بلخ بود یا دارالمعلمین بلخ، ما این را کشیدیم آوردیم در گذر سیاگرد شهر مزار جابجا کردیم. ناحیه چهارم مزار داخل فابریکات کودبرق بود، ما این را فابریکات کودبرق آوردیم در گذر شورتاکزار مزار یا نزدیک گذر شورتاکزار مزار جابجا کردیم. ناحیه پنجم داخل پایکار مزار بود، این داخل ادارات پایکار شهر ما او را کشیدیم در ختم گذر عزاباد، آغاز گذر گلدرک در اینجا آوردیم جابجا کردیم. و اینا رو ناگزیر ساختیم که در آینده بین مردم کار بکنن. کار صورت گرفت، تلاش صورت گرفت و همزمان طور فوق العاده مکاتب ایجاد شد. در حدود 18 باب مکتب لیسه ایجاد شد، 18 باب جدید در طول تاریخ مجموعاً 11 باب، ولی طی 2 سال 18 باب مکتب لیسه. این تقریبا به سابقه بود و این گپ سر چی تاثیر میکرد سر قضاوت ها و وضع امنیتی شهر مزار کاملا تغییر کرد. مزار امنیت شد، در داخل شهر مزار دیگه برخورد صورت نمیگیره، وضع تغییر کرد. البته با مردم هم کار فراوان صورت میگرفت، البته ادارات و مؤسسات دیگه هم همکاری داشتن، خود مردم همکاری داشت، خود دوستا هم دست به دست هم داده بودن، وضع تغییر کرد. این یک ذهنیت مثبت ایجاد کرده بود، یک ذهنیت مثبت ایجاد کرده بود. و در این سالا مرا ببخشید در سال 63 و 64 که من در این سالا منشی شهر بودم، دو رویداد بسیار عمده صورت گرفت که انتخابات شورای نمایندگان بود، نمایندگان مردم در نواحی و شهر و ولایت، و همه قسم انتخابات چیز بود، یعنی شورای نمایندگان در بسفت که والی و منشی و شاروال و رئیسای نواحی اونا انتخابات ارگانهای محلی این تحقق پیدا کرد، پیاده شد، عملی شد. اونجا ما شما قبول بکنید در سال 63 که وقتی که انتخابات چی بود شورای نمایندگان بود، ما در هر ناحیه 17 نفر یا 18 نفر نمایندگان انتخاب میشد از ملیت‌های مختلف، از محلات مختلف، از لایه‌های مختلف اجتماعی، از اندیشه‌ها و افکار مختلف. البته کمبودی هم داشت، مشکلات هم فراوان وجود داشت، این کس این کار نکنه، ولی چون آغاز کار بود
برای من یک پدیده کاملا مترقی و دموکراتیک بود که ما میدونیم برای اولین بار مردم خودشون میرن نماینده خود تعیین میکنن، شاروال رئیس نهایی خود تعیین میکنن، شاروال خود تعیین میکنن که کردن. و ما پیش از اون میدیدم برای ببخشید در گذشته ما شاروال تعیین میشد ما نمیفهمیدیم کی است چی است از کجا است. در طول تاریخ در گذشته همونطور بود. یا رئیس های نوایی را مردم مزار نمیشناختند اصلا کی از کجا است، با کدام اندیشه است، مربوط کی است، با کدام ذهنیت آمده و چی میخواد بکنه. او گپ مردم هم نمیشنید. اونا برنامه خود داشتن. ولی اولین بار ما به این باور هستم اولین بار در تاریخ و تقریبا آخرین بار هم که همینطور شد. ما در اون زمان معذرت میخوایم چون منشی شهر مزارم یک پست چی بود در ترکیب 21 یا 23 نفر نمایندگان شورای ولایتی، ما هم عضو شورای نمایندگان ولایت انتخاب شده بودم همیشه در ترکیب از اونا در جلسات شرکت میکردیم. و در سال 64 مطرح شد، مرا ببخشید در سال 64 مطرح شد که ما باید به صفت ولی بلخ پیشکش شوم و باید حرکت بکنم و وظیفه اشغال بکنم. ولی ما 2 سال وقتی که خیلی چی بودم خود جوان احساس میکردم. باز سال 65 وقتی که پیشنهاد صورت گرفت و در مجلس شورای نمایندگان ولایت هم به اتفاق قرار دیگه تصویب شد، باز ما هم پذیرفتم و این مکلفه را گرفتیم. البته در اون زمانه که ما والی شدم بست ولایت بلخ بستش فکر میکنم یا اول بود یا فوق رتبه رقمی بود، بلند نبود. و گپ دیگه که بسیار عمده بود در اون زمان اقراضیات سر مسئله ملیت اقراضیات تاکید هم وجود نداشت. یعنی به این معنی که مخالفت هم وجود نداشت که ملیت های مختلف در چوکی های مختلف بیان انتخاب شدن. بخصوص در شمال کن که ملیت های ازبک و تاجیک و ترکمن و هزاره و اینا نقش اکثریت دارن. و اینجا وقتی که مطرح شد هیچ کس مخالفت نکرد. در ترکیب ما در ترکیب شورای نمایندگان ولایت ملیت های مختلف بودن، هزاره هم بود، پشتون هم بود، تاجیک بود، ازبک بود. و همه قسم در بود بیرونی در سطح مرکزی هم اونجا هم مخالفت وجود نداشت با این مفکوره و با این چیز، با این طرح که یک کادر یک ملیت که کمتر مورد توجه بوده او باید مطرح شد و برای یک وظیفه را اشغال بکنه. در جریان امریکا در جریان وظیفه که من در ولایت رفتم بست ولایت بلخ اتومات بلند رفت انکشاف کرد بستش فوق رتبه ما فوق رتبه بالاخره خارج رتبه شد. یعنی بست ولایت بلخ والی ولایت بلخ در بست خارج رتبه معادل وزارت بود. ما که در یک ماه حداقل در 3 ماه در جلسات شورای وزیران دعوت میشد گویا شرکت میکرد. هیچ گونه اساسیت و مخالفت و بدبینی و دیگپا وجود نداشت. در اون زمان اینقدر تاکید سر قضایا نمیشد که متاسفانه به تدریج بعدا ایجاد شده، متاسفانه دوام دارد. تشکر جناب عادل صاحب. ما راجع به انتخاب شدن ارگان‌های محلی در انتخابات ناحیه ها، حتی انتخاب شدن والی با آرای اعضای ناحیه، فکر میکنم در تاریخ افغانستان یک استثناء باشه. اینجا یک سوال ایجاد میشه که این ایدئولوژی کی بود؟ این ایدئولوژی مسئولین محلی، مسئولین ارگان‌های محلی باید از خود محل و با آرای نماینده های مردم انتخاب شود. این ایدئولوژی کی بود و از کجا منشأ می گرفت؟ ما خب معذرت میخوایم چی بیره که پیوسته مشوره میامد و دستور میامد و یا فیصله های و مصوبات کمیته مرکزی را که میخواندیم تاکید سر همی بود که
در محلات باید کادرهای محل مقرر شوند. یعنی این اندیشه ملهم از افکار حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. البته باید ایره بگیم ایره که چی نکنه، حقیقت ای که ببر کارمل فقید او بسیار نقش داشت در این گپ. خودشان در کابل بود وقتی که مطرح شد به صفت رئیس جمهور یا منشی عمومی است. اون برای شما معلوم است که اولین بار یک ازاره فقید سلطان علی کشمن، گرچه او طبیعی صلاحیت داشت، امکانات داشت، رقمی که شاید الان بسیار کسا دارن صلاحیت و امکانات پیشبرد کار، ولی کس درشان مجال نمیده. ولی اونمو جمعی زمینه و همین فرصت توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان مساعد شد. اگر رهبری حزب در رأسش ببر کارمل مخالفت میکرد یا مقاومت میکرد، شاید این برنامه و این پروژه و این ذهنیت یا این خب پروسه عملی شده نمیتونست. از اوش تاکید صورت میگرفت. پیوسته برای خود ما وقتی که ما منشی شهر هم بودم تاکید امی بود که شما کوشش کنید کادرهای محل باید مقرر شد. شما باور کنید که دولت‌والیا پیوسته تاکید میشد که از خود محل باید باشن، نه حتی از ولوپولی هم سایش نباید باشن، از خود ولوپولی باید نفر موظف شن. برای اینکه او با مردم شناخت نداشته باشه، روابط نداشته باشه، روابط قومی داره، خونی داره، مناسبات داره، او مردم سر باور میکنه، او سر مردم باور میکنه و اونا مردم یادداشت‌های خود برای اونا میتن، برای بحث‌های انکشافی مملکت سهم میگیرن. این همه دلایل بود که او چی میشد رعایت میشد. عمدتاً این طرح این ذهنیت یا این سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در اون وقت بر تطبیقش واقعا در اون انتروال که ما بودم و میدیدم نقش فقید ببر کارمل بسیار مشخص بود و این آدم بدون حب و بغض بگوید که بسیار با وسعت نظر در این رابطه کار میکرد و بعد هم یک مدت امی سیاست دنبال شد و از اون وقت هم همونطور بود در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان. اگر مشکل هم وجود داشته در سطوح معین و در حدود و حد معین که زیاد انعکاس هم نداشت. یعنی ما فرضاً وقتی که در حزب آمدیم، وقتی کار میکردیم، جمع میشدیم، دوشه حتی نمیفهمیدیم که دوست ما، رفیق ما از کدام ملیت است و اوجا ازبک بود، ترکمن بود، تاجیک بود. برادرای ازبک البته در بعضی از محلات ما زیادتر بود، به خصوص در جوزجان ولایت فاریاب در سمتا. ولی اوجا کس اینطوری چی نمیکرد که با محبت و صمیمیت و رفاقت و مراودات و مناسبات را که داشتن بر مبنای چی باشه، اما مسائل ملیتی بوده باشه. معیار اخلاق بود، معیار کار بود، معیار دانش بود، معیار تلاش بود، کوشش بود و صداقت و تعهد بود که سر مقصود تاکید صورت میگیره. تشکر عدیل صاحب. راجع به کی شخصیت آقای ببر کارمل حتما حرف خواهیم زد و بحث خواهیم کرد با شما. شما زمانی که منهای سوالی بلخ مقرر شدین، از نظر امنیت و آسایش مردم در مقایسه با دوران پیش از مسئولیتتان چه تفاوت‌هایی را مشاهده کردیم؟ ما ببخشید که اینطور من شخصا خودم اینطور جنبندی بکنم یا اینطور ارائه بکنم که وقتی که من در سطح شهر مزارم بودم، منشی شهر مزارم بودم، پیشترم عرض کردم مسئولیت‌های زیاد یا مسئولیت‌های عمده و اساسی شهر مزار و دوش کمیته شهر مزار بود که من منشی بودم. بر شما معلوم است که در اون زمان بنابر جنگا و مشکلات که وجود داشت در محلات و خیلی امکانات دولتی و خب چی نبود، شرایط کاری برای مراجع دولتی موجود نبود، زیاد متمرکز بود کارهای دولتی در شهرها و خصوص در شهر مزار شریف، البته بعد از کابل.
و در شهر مزارم بنابراین این دلیل رو گفتم وقتی که یک مقدار تغییرات از لحاظ امنیت و مسئولیت و شرایط کاری و با وجود آمد، گرایش مردم زیاد شد. شهر مزار پیشتر فرضاً در روز 50,000 یا 60,000 نفوس داشت، گپش به 400,000 نفر رسید، یک بار رشد کرد، انکشاف کرد. دمیشه ما بسیار تفاوت‌ها رو می‌دیدم. مرا ببخشید، شما می‌بینید از زمان داوود خان بچه‌ای که سن 26 برآمده بودن میرفتن و لیسانس شامل می‌شدن، بر دو کنکور وضع کرد، کنکور وضع کرد. ولی در زمانی که حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، در زمانی که من منشی بودم و بعداً والی بودم، ما کوشش میکردیم هر کوچه که امنیت میشد، یک از گپای عمده همین بود که باید مکتب در اونجا ایجاد شد. ده ها مکتب در هر ناحیه شهر مزار، مکاتب ابتدایی و متوسطه ایجاد شدن. لیسه ها را بر شما عرض کردیم که تا 2 سال 18 باب مکتب لیسه با کیفیت تمام، با از لحاظ کمیشن تعداد شاگرداش زیادتر تنها در شهر مزار ایجاد شده بود. در وقت ولایت هم ما به قسم کوشش کردیم که امیگا شاف بکنه در مقیاس ولایت. اتفاقا شرایط هم همونطور بود که وضع امنیتی ولایت ما بهبود پیدا کرد، با گذشت هر روز بهبود پیدا میکرد. این ولسوالی‌های بلخ و نریشایی و شولگر و چمتال و اینجا خرجات مختلف، چارگلک و اینجا دولت آباد، اینا خرجات مختلفش آزاد شده بودن. آجایی که آزاد میشد آجل غم مکتب و مدرسه و شرایط کار و گپا خورده میشد. چیز دیگری که ما یاد بکنم باید مرا ببخشید که تفاوتش با حکومت‌های پیشتر و با شرایط پیشتر بود، وی که ما در ولایت بلخ وقتی که ما ولی بودم 85,000 نفر کارگر و مامور داشتیم. تنها در ولایت بلخ 85,000 نفر کارگر و مامور. از این جمله 13,000 نفر، 13,000 چند نفر قشر نسوان بود که عمدتاً در محصولات فرنگی، رقم محصولات آموزشی و این مکاتب و ایجا، شفاخانه ها، برخی از ادارات شاروالی، برخی از ادارات نساجی مزار، سیلوی بلخ، در این محصولات اینا کار میکرد. البته سایر محصولات در تمام ادارات بخش نسوان آزادانه کار میکرد، شرایط کار برشان مثلا. حتی در ولایت یکی دو نفر از مسئولین، بس یک نفر به صفت منشی یا در صفت معاون ولایت وظیفه انجام میداد که ما میخواستیم انکشاف بدیم. و یعنی در اوج ملیت های مختلف، همه ملیت ها اصلا در مورد تقرر موضوع ملیت مطرح نبود، مبنی نظر نبود. ما فردا ولی بودم، الهی خان بدری روی شاد، یک از شخصیت های بسیار خوب علمی و خردمند ولایت بلخ که او یک دوره وکیل بود در دوران ظاهرشاه و شاعر، نویسنده، عالم دین، قاری قرآن. او به صفت معاون اول ولایت بود. خب از مردم های تاجیک ولایت بلخ فرضاً خادم حسین خان یک کسی بود، بس انجینر خادم حسین خان از در فابریکات کودبرق همونجا زندگی می‌کرد. قبلا کارمند فابریکات کودبرق بود، از مردم از ملیت زحمتکش هزاره. او به صفت معاون اقتصادی ولایت بود. ما دیگه منان روند یک تا بود، از مردم لغمان پشتون معاون بخش فرانگذاری ولایت بود. علی اکبر مردانزی میگیم بود کسی فوت کرد، خدا من روش شاد داشته باشه. او موسیقی ولایت و والی، یک معاون والی پوستش به صورت معاون والی بود از مردم های بیات و اهل تشیع. خب ولی او جایی گپا مطرح نبود در اون زمان. البته کوشش نشد که یعنی بعض پرنسیپای ملیتی و یا ملی و گپا ترکیب ملی در آخرین تعلیم رعایت شد، ولی اصل شایستگی و گپا مطرح بود. من می‌خواستم عرض پیشتر من تکمیل بکنم. 85,000 نفر کارگر و مامور در مقیاس ولایت بود. این بسیار جالب است که وطندارای ما در ذهن خود باید داشته باشن. 15,000 نفر هم حداقل ارگان‌های نظامی بود که 100,000 نفر شوند. یک 2-3 هزار نفر دیگه هم با شمول 2-3 هزار نفر متقاعد و یک 2,000 نفر دیگه هم
کلانتر گذر و مولای امام مسجد و قریهدار و نمیفهم از تیپ نفران، یعنی در روز 105,000 نفر، 105,000 نفر معاش میگرفتن از دولت. در ولایتی که نفوسش 1,000,000 است، 105,000 نفر از دولت معاش میگیره و این 105,000 نفر کوپون داشت. معاش عدو وسط معاش یک نفر در اون زمان 4 تا 5,000 افغانی بود. چیزی که من دقیق با خود دارم، البته معاش یگان کس 10,000 8,000 12,000 بود، از بعضی کسا 2,500 و 3,000 بود، ولی عدو وسط شما 5,000 4,000 5,000 میگیره افغانی. ولی برای آدمای مجرد کوپون مجردی بود که تفاوت کوپون با بازار آزاد 7,000 افغانی بود. یعنی 7,000 افغانی دولت گویا از ماشگی برای کوپون تخصیص داده بود که مواد غذایی میداد، چای، روغن، شکر، آرد، صابون. یعنی خب تقریبا بسیار چیزای دیگه که مواد اولیه که ضرورت بود برای مردم، تا تکه و بعضی چیزای دیگه. برای متعهلین تفاوت کوپون 13,000 افغانی بود. گیر من اون وقت رفتم به شورای وزیران شعبه معینش اینو بحث کرده بودم و چیز شکش دادم، تفاوت قیمت کوپونه که چقدر ارزش دارن. یعنی کسی که 4,000 معاش داشت، فامیلدار اگر بود، 13,000 کوپونش حساب بکنیم، یعنی 17,000 معاش میگرفت. ولی این 17,000 برش یک جایی پول نمیدادن، 4,000 پول می 13,000 کوپون میدادن که برای که مواد غذایی در خانه دیگره و اگر مواد دیگره با پول از بازار خرید بکنه در مجموع تورم به وجود نه. برای که چی نشه با قیمت بلند دولت مال میخرید، سبسایدی بکرد با قیمت پایین، با همین تفاوت اینو برای مردم توضیح میکرد. این حال شما ببینید که معذرت میخواین یک ولایتی که 1,000,000 نفر، خب بالاتر پایینتر نفوس داشت، 105,000 کوپون در خانه نان و آرد و روغن و شکر و صابون و اینطور گپا انتقال میداد. من دو خاطره یادم نمیره، برای ببخشین. ما او وقتم بار یاد میکردم، آلی هم میگم، کس بوده که در اون زمان یک نفر متقاضی کار بیکار مانده باشه، ما عالم پاسخ گفتم باشه. یک نفر، اینجا مؤسسات مختلف موجود بود، ساختمانی، تولیدی، خب ادارات مختلف. اقل مقدور نفر که مراجعه میکرد به پستی برش، به زمینی برش مساعد میشه در جای مقرر شود. یک خاطره است برای ببخشید، یک کسی رو بر ما آوردن که او نامش بگویم خوب نیست. او آدم در طول زندگی در قریجات مختلف ولایت جوزجان و دمجا در مزار هم در ولایت برقم این از خود طفولیت تحویل گرفته بودن. این نه سواد داشت نه برای کس تذکره گرفته بود. این هیچ چیزی را نمیفهمید بجز از اینکه اشتب نگاه بکنه، ظرفشویی بکنه، در حفظ مراقبت یک خانه رسیدگی بکنه. دیگه چیزی نمیتونه، دفعه درست دادن نمیتونه. این را همون کسایی که قبلا تحویل گرفته بودن، حالا شنیم نفر در حدود 40 بود. اون نفری که نگاه کرده بود گویا او کنجای فرار کرد مانده بود، آوردن برای که امتحان روزگار خراب داره، قابل ترحم است، کمک شو. خب یک بار که ازش کمک شد، بالاخره ما گفتیم میخوام نمیشه. برای تذکره گرفتیم، البته در جایی که تولد شده بود استعلام داده شد، مراحل قانونیش تکمیل شد، تثبیت شد هویتش، برای تذکره داده شد، برای این در کودکستان مقرر شد. در کودکستان چونی در حفظ و نگهداشت اطفال و خانه و خانواده و گپا دسترسی داشت. کودکستان بهتری موقع یا پرورشگاه وطن یا کودکستان، شما قبول بکنید در اون کودکستان هم صاحب معاش شد، صاحب کوپون شد، صاحب زندگی شد. و بعد از آن بسیار کسا درک کردن که بسیار خوب کار میکنن، این علاقه گرفته بودن که پولی کودکستان در خانه خود ببرن. چنانچه حالا ما بگویم شریفی میگفتن کس رئیس فابریکات کودبخت بود، بعد از اینکه چیز از کار خلاص شده بود، این در خانه خود امروز خود برده بود، اونموش تامینش کرده بود، درست گویا برش امکانات معیشتی و گپا رو مساعد ساخته بود، اتاق مناسب برش داده بود، همه گپا. این صاحب کار شد، کسی که نه سواد داشت نه هم سابقه کار داشت نه هم انتظار داشت از دولت. همینطور یک خانم یکی دو بار مراجعه کرد، سنش بالاتر از 50 بود، اقتصادش پروبلم داشت، مشکلات، و شوهرش زن دیگه کرده بود، او هم چی داشت.
شکایت داشت که مرا پرداخت نمیکنه اینا، برش پیشنهاد کردیم تو خودت کار بکن، کار میکنه، تو چرا کار نمیکنی؟ او برای او چیزی عجیب بود که کار بکنه، زن از قشلاق از یک قریه و این گپ موافقه نمیکرد. ما بار دوم برش تاکید کردم ما تو یک بار کمک میکنیم، دو بار، ولی هر روز نمیشه. خب بهترین کمک همیشه که زمین کار برات مثلا شما قبول بکنید که اونمون در فابریکه نساجی بلخ مقرر شد، صاحب ماش صاحب کوپون یک دختره که خود داشت او هم تامین میکرد تا آخر وقتی که همونجا بودیم زیاد خوشی هم میکرد و زندگی کاملا و میگفت که اون مشاور مال محتاج به من مراجعه میکنه بر ما کمک کن، ما چون او دیگه زن دوم داره و ما با مقدار کمکش میکنیم. اینی شرایط بود برای ببخشید، اینی تفاوت ها بود. در کسی که در چین میرفت معذرت میخواست تحصیل بکنه بیاموزه، خب اون مکاتب وجود داشت، زمینه برش و به حساب تداوی مردم اتل مخدود کوشش میشد که از طریق سطح عامی ولایت بلخ یا کلینیکای مختلفی که ایجاد شده بود طور فوق‌العاده در گذشته محدود بود، در اون زمان 7 یا 8 کلینیک سی در محلات مختلف ایجاد شد، 3 کلینیک در نقاط در شهر مزارشی، 4 یا 5 کلینیک دیگه هم در محلات در ولسوالی طور فوق‌العاده ایجاد شد با تمام تامینات و اینا در خدمت مردم بودن. این به این معنی نیست که اون زمان گویا افغانستان مدینه فاضله بود، کمبودیای فراوان هم وجود داشت، اشتباهات فراوان هم وجود داشت، ولی من اینطور میگم که اساسات یک حاکمیت مردمی و دموکراتیک گذاشته شده بود با حفظ تمام کمبودیایی که داشت، عیبایی که داشت، مشکلاتی که داشت. اگر این حمایت میشد، اگر این انکشاف میکرد امروز حداقل 40 سال از زمان بگذره شاید ما سوارده دیگه می داشتیم که متاسفانه به دست اجانب بگیم عمدتاً و مخالفین مردم افغانستان این وطن به بیراه کشانده شده، سرنوشت مردم با مشکلات مختلف مواجه شد. ببخشید.